بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش احکام نماز، لباس نمازگزار، قسمت سوم. کسی که میخواد در پیشگاه خدای بزرگ بایسته و نماز بخونه، اول باید بدن و لباسش رو از نجاست تطهیر کنه، وگرنه نمازش باطله. اما اگه کسی توی نماز بدن یا لباسش به نجاست آلوده بشه، لزوما نمازش باطل نمیشه و باید طبق این دستور عمل کنه. 1. اگه وقت تنگ باشه واسه نماز و فرصت تطهیر نباشه، باید با همون حالت نمازشو بخونه و صحیحه. 2. اگه وقت تنگ نیست و در حال نماز آب یا لباس پاک توی دسترس نمازگزار هست و آب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن لباس صورت نمازشو به هم نمیزنه، باید در حال نماز لباسشو آب بکشه یا عوض کنه و بعد ادامه نمازو بخونه. و 3. اگه وقت نماز تنگ نیست و آب یا لباس پاک در حال نماز در دسترس هست، ولی تطهیر یا تعویض لباس سبب میشه که صورت نماز به هم بخوره و یا اینکه اصلاً آب یا لباس تمیز در دسترس نیست، باید نمازو بشکنه و با بدن و لباس پاک نماز بخونه. مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی مکارم شیرازی